علمای بزرگ اسلام سلیمان العلوان حفظه الله و ثبته الله، ناصر الفهد، اینها کتاب های خاص می نویسند. ناصر الفهد کتاب می نویسد که تبیان علی کفر من اعان الامریکان فی افغانستان و العراق، و اینچنین سنوان در نواقض الاسلام میگن که این حزب هایی که دموکراسی میخواهند به اسلام از کافران بدتر است. В демократию честность вообще не заложена нигде. Все разговоры о честности только для того, чтобы прийти к власти, а потом делать, что хотим. И это везде. من در مسائل شخصی خودم در چارچوب شریعت زندگی کنم، در مسائل جمعیتی و دولتی که قانون‌های موجوده که در همون کشور هست. بنابر همین من برخلاف شما دموکراسی رو کفر نمیدونم. دموکراسی دین نیست. یک مسلمان میتونه دموکرات هم باشد، میتونه دیکتاتور هم. И придумали новую религию, чтобы завоевать мир, и назвали ее демократией. Это не устройство общества, это религия. В нее слепо верят недообразованные, в нее совершенно не верят сами, кто навязывает миру демократию, потому что они знают, что демократия лучший для бессовестных бизнесменов устройство общества. Кто выиграет выборы? Тот, у кого больше денег. Во-первых, такие деньги заработать честным путем невозможно. И вторые просто придурки, которые в это слово верят, просто не понимая, что это. آیگان مسلمان دنیا برای ما مهم نیست گپ. بیار در دولتی که مسلمانان دنیا در اومدن و اون مردم مظلوم رو نجات دادن، اون مردم فعلا یک دولت اسلامی با قوتی تشکیل نمودن. هم دموکرات هستم هم مسلمان هستم. اخت شده نمید. دموکراسی چی است؟ حکومت نفس، توسط نفس. برای افرأیت من اتخذ الهه در دموکراسی میشه همین شراب تو چیز است. مادام فلانی جان تو بگو، وکیل صاحب تو بگو، هر وکیل صاحب تو بگو، شراب بسیار خوب چیز است. خلاص دلم که این کارتایتونه فوراً در هندوستان بری پارلمان شراب چی کردن؟ حلال کرده. معبودشان چی است؟ پارلمان است. این حالا از نگاه دموکراسی چی است؟ از نگاه دموکراسی قانون مردم جور میکنه. اما در اسلام لا اله نیست هیچ کس مستحق این که ذاتش چی شود؟ عبادت شود و قانونش اطاعت شود. کل قانون رد میکنی. سوسیالیسم و کمونیسم و داروینیسم و دموکراسی و این کلش رد میکنی. لا اله. این کسانی که میخواهند خود جاگزین معبود بسازن اینا رو کلشون باید نفیه. باز بگی الا الله و غیر اسم الله. بخش دومش محمد رسول صلی الله علیه و سلم. چی معنی محمد رسول الله؟ یعنی عبادت ذات الله و اطاعت از شریعت الله را به طریقه کی میکنی؟ به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگه اهل طریقت هستی پس رهبر طریقت تو، پیر طریقت تو کی باید باشه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. که کافر دوستی کردن در دموکراسی حلال نیست؟ نه بگوی. غلامی کافر کردن در دموکراسی یک چیز مدرنیسم قرن 21 نیست؟ آزادی عقیده ای که میتونه مسلمان کافر یهودی شوی در دموکراسی است، یعنی این اصل کفری است. آزادی بیان که اسلام توهین کو، پیامبر کاریکاتور شبکش توهین بکو، مثل که فرانسویا و در افغانستان اینجا کردن. قرآن در بتی، قرآن توهین بکو، پیامبر توهین بکو، تروریست یا بگو. این است یا نه در دموکراسی؟ اینمی کفر است. هر کسی مرد کنه و هم کافر میشه. و در دموکراسی دیگه آزادی شخصی که دلم نماز خواندم، دلم نخواندم، دلم روزه گرفتم، دلم نگرفتم، همین چیزا هست. یعنی هیچ دولت ساختنی نیستیم که اون دولت بیرون باشد از اون چیزی را که برای مردم ما یگان چیز جدید باشد. دولتی که ما میخوایم تشکیل کنیم اون دولتی آزاد باید باشد. در اون مسیحی آزاد باشد، در اون زردشتی آزاد باشد، در اون یهودی آزاد زندگانی کند، در اون شیعه آزاد باشد، در اون همه آزاد باشد. یک برادر دیگر ما شیعه است، یک برادر دیگر من یک مذهبی دیگر است. خلاص با کاری خودش رفتن بگیرد.
ما با کسی کاردار نیستیم. ما با عقیده و با یعنی که ملت مردم و با زبان کسی کاردار نیستیم. اونش که حجاب میپوشد بپوشد، اونش که ریش میگذارد گذارد، اونش که ریش میتراشد به خودش مربوط است. ما یگان دولت تشکیل کردنی نیستیم که با زوری مردم زیر یک عقیده و زیر یک فکر جمع کنیم. سرقانون یگان مشکل نداره. باور بکنید سرقانون تاجیکستان بهترین سرقانون، یگان مشکل داره وجود. سرقانون تاجیکستان اما با فرانسه نگاه کردن تقریبا یک است. یعنی که مثلا اون چیزایی که اینا خودشون تفسیر کردن، یعنی مهلت پرزیدنتی را بردن با 5 به 7 بردن رسوندن، بعد دیگه بردن فرعون درست کردن و نزدیکی بود که سجده کردن. این چیزا هم بس ترکتوات خیلی رحمان فای. هیچ مشکل در سرقانون وجود نداره. در سرقانون هیچ مشکلی وجود نداره. بهترین سرقانون اون رحمانوف ننوشته است. یعنی اون چیزایی را که با منفعت خودش ایواز کرده است، همون ایوازهای کردگی را بردن در کار سرقانون. یگان مشکلات نداره در سرقانون. هیچ مشکلی نیست. همش درسته. کفر شرک را نصرت ندهد. اینم مشرک است، هم کافر است، هم مرتد است. اراده حکم غیر الله میکند، هم دعوت به حکم غیر الله میکند، هم افضل میداند حکم غیر الله را و میگه که هم هیچ مشکلی نداریم. این یک چند شرک کفر را انجام داده است. و اما مسئله کسانی که محمد اقبال صدرالدین را عذر میدهند و مسلمان میدانند، نصیحت من به شما این است که بدانید که شما اسلام و شرک را فرقش را نرفتید. اگر شما اسلام و شرک را فرقش را میرفتید، محمد اقبال صدرالدین را مشرک میگفتید. از سبب همین که اسلام و شرک را فرقش را نرفتید و شرک را اسلام گفتید و اسلام را شرک گفتید، شما هم مشرک هستید. اگر دیده و دانسته همه این کفریاتش را فهمیده و دیده و دانسته بعد از این فهمیدن باز او را دفاع کنید و او را مسلمان دانید، آزیری ها شما هم مشرک هستید و مرتد هستید. زیرا که شما اسلام و شرک را در یک جا جمع می شود گفتید. اسلام و شرک به اجماع سلف صالح در یک جا جمع نمی شود. اما اگر شما نفهمیده این کفریات شرکیات محمد اقبال رو نفهمیده شما او را مسلمان بگویید، البته برای شما حجت رسانده می شود و بعد از حجت باز او را دفاع کنید، شما هم مشرک هستید. و این است حقیقت اسلام، این است حقیقت مذهب اهل سنت و جماعت و این است قرآن و سنت با فهم سلف صالح است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. ما میگیم که ما کفر میورزیم به شرکتون و به شما ای مشرکین و براءت خود را از شما ای مشرکین اعلام میکنیم و ما موحدین هستیم و ما کفر به طاغوت داریم و ما براءت از کفار مشرکین داریم و موالات بر موحدین داریم و ما در ملت ابراهیم علیه السلام ملت حنیف هستیم که این ملت ابراهیم حنیف، این منهج رسول الله و قرآن و سنت و سلف صالح از شما بیزار هستند و از شما البته که براءت خود را اعلام کردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خواهران موحد، اگر 100 حج بکنی، 1000 قربانی بکنی، هر روز نماز بخوانی که وقتی محبت با یهود و نصارا داشتی، اگر محبت با یهود و نصارا داشتی، بالله قسم اگر